از اون گوشه دنیا تا این گوشه رسیدم، نگو دنیا قشنگه قشنگیشو ندیدم، هنو غم تو وجودم مثال سینه سوزه، نگو گریه رو بس کن، نگو دنیا دو روزه، آی نگو دنیا دو روزه. امروز روز سوم جنگ. من از جلسه که داشتیم برگشتم، بعد اومدم خونه. خیلی گرم بود بیرون، خیلی اوضاع مسخره‌ایه و این بلا تکلیفی که هست همش فکر می‌کنم که واقعا در زمان قدیم 8 سال آدم‌ها توی ایران و عراق واقعا اینجوری بوده شرایطشون. حتی یه جلسه که الان داشتم اینجوری بودم که چقدر داره تحت الشعاع قرار میده همه چیو. خلاصه حالا فعلا بریم خونه ببینیم چه خبره. ما داریم میریم خونه عمم اینا. اونجا مثل اینکه عمم کلا 10 تا خیام با ما فاصله. های من اومدم خونه مام بزرگم سر بزنم، خیلی وقت ندیدمشون. اگه خیلی کم حرفم ببخشید دیگه، من تو این شرایط نمیدونم باید چی بگم. برداشتن الان نزدیک خونمون رو زدن. من اصلا نمیدونم باید واقعا عکس العملم چی باشه. دارم میرم داروخانه سریع یه سری مواد بهداشتی و قرص و اینا بگیرم، بعدش برم سمت خونه سریع دیگه. من اومدم یه سری خرید و اینا رو دادم به مام بزرگم اینا. خیلی بیرون صدا می اومد دیگه. الان میرم خونه عمم اینا که همه اونجا. ما در کنار نیروهای مسلح، ما حکومت اون مردمیه. به شما باید پشمانده روش آقای نتانیاهو جواب واضحی نداد. این بحث افزایش سطح هشدار در روز گذشته ما اخبار برگ جنگی امیدوارم وقتی که داریم این ویدیو رو میبینین یا حتی وقتی دارم ادیتش میکنم مثلا جنگ تموم شده باشه. احساس میکنم دارم یک مستندی میسازم با این فیلم گرفتنا. نمیدونم بعد برخوردم چجوری باشه. هر چیزی که به ذهنم میرسه میتونم غلط بودنش رو در بیارم. مثلا به این فکر میکنم که نگران همه باشم، استرس داشته باشم. من میگم خب چه فایده ای داره. به این فکر میکنم که بیخیال باشم، میگم چقدر بیار و دردم. من شب اول این ماجرا تهران بودم، سینما بودم. در واقع سه شنبه ما از شمال رسیدیم، چهارشنبه من رفتم سینما فیلم پیرپسر رو دیدم و خیلی فیلم خوبی بود. گفتم پنجشنبه میرم میبینم. پنجشنبه ساعت 11:30 شب یه سانسی بود گرفته بودیم، رفتم و 2:30 تموم شد. دم در وایسادیم یکم حرف زدیم و سینما آزادی بودیم. داشتیم میمدیم پیاده سمت خونه، صدا شنیدیم، چند تا صدای عجیب غریب. فکر می‌کردیم رعد و برقه. من گفتم دارن بار خالی میکنن هر چیزی. من فردا ظهرش برگشتم کرج و کرجم خب خیلی وحشتناک بود شرایط. و دیشبم که توی کرج بودیم باز چیزی نشد. امروز در واقع جمعه شنبه یک شنبه، امروز دوشنبه است، 4مین روزه. چی میشه قاسم ما رو یه لحظه تنها بذاره؟
چی میشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره ما رو تو خواب جا بذاره اما چراغای اون رو خاموش نکنم خیلی زیاد کجا الان چیز شد؟ به این ادویه یکم پوره گوجه فرنگی و پلو. واو آفرین مادر دینت میدونستم آقای ترامپ گفته که در واقع تهران رو تخلیه کنید بلاگر مردمی. شاید باورت نشه بگم بخند گریه میکنه؟ گریه نکن. امروز روز پنجمه. من تا 5 بیدار بودم، 4:30 5. ساعت 6 مثل اینکه صدای انفجار اومده بود ولی کرج هنوز خبری نیست. اما ترامپ دیشب گفتش که تهران رو تخلیه کنید کلا. حالا نمیدونم چی میخواد بشه. شبا که باید بیدار بمونی مثلا ببینید چی میشه و اینا بده. مثلا من دیشب میخواستم با لپتاپم یه کاری بکنم یا یه اتفاقی بیفته، خب بهتر که مثلا لپتاپ جمع باشه. دیگه هیچیمو باز نمی‌کردم. کوله‌ام آماده بود که اگه اتفاقی افتاد بریم بیرون. دارم میرم خونه مامان بزرگم. از خونه عموام میرم خونه مامان بزرگم نزدیکن با هم. من چیزی که خیلی میترسم بابتش اینه که برق بره. حالا الان برق رفته ولی خب سر اون ساعتای کوفتی که اعلام می‌کردن که برق کلا بره خیلی واقعا دیگه خیلی همه چی غیر عادی میشه. قشنگ خانم بوده. خانم حالا این موقع راستشو بخواین در این لحظه ای که اومدم به پناهگاه دوم خونه مامان بزرگم فقط این فکر میکردم که چقدر از ایرانی بودنم بدم میاد، از هموطن بودن با استریا. ما نشسته بودیم و خیلی هم از شهر ما خارج نشدیم چون که خونه خودمون مثلا 10 تا خیابون ما اینجا فاصله داره، ولی خب خونه ما خیلی نزدیکه به پایگاه و نیروگاه و اینا. ما الان نشسته بودیم و اینا بعد یه سری صدا میشنیدیم. کلا اینجور موقعی که صدا میشنویم من همش احساس میکنم که مثلا دارم توهم میزنم یا اشتباه شنیدم یا یه چیز اینجوری. بعد یه مامان بزرگم ترسید و گفت بریم وسایل رو جمع کنیم و من همه از شبا وقتی میخوام مثلا برم تو لپتاپم فکر میکنم که اگه یه اتفاقی افتاد وسایلم پک شده و جمع باشه. دیگه همه چیو جمع کردیم گذاشتیم دم در. من الان دیگه یه ساعتی گذشت دیدم صدای نمیاد، گفتم بیام مثلا دیگه تو جام باشم و کم کم بخوابم و اینا. من تا الان تجربه رو ندارم که مثلا موشکی بزنن و چیزی بخوره بهمون و اینا، اما فکر میکنم این بخش منتظره این که یه صدایی بیاد یا یه چیزی بهتون بخوره خیلی سخته. من برم ببینم میتونم بخوابم یا نه. شده من خشکی
صدا رو شنیدین؟ برای اینکه سگ سیاه افسردگی بالاخره خب نمونه رومون، دوستم آیده اومده، بچه ها اومدن سر کوچمون، بریم یه سر بهشون بزنیم. دیگه من خیلی عادی دارم برخورد میکنم از امروز. بچه ها از امشب برنامه اینه، عادی ترین حالت در جنگ. بریم. استاد تحلیلتون از شرایط چیه؟ تحلیل آبدوخیاری واقعا چیکار میکنی؟ ببخشید چقدر بی‌مزه است. من گفتم اینجا نور خوبی داره ویدیو بگیرم، مثل اینکه الان تلویزیون رو هک کرده بودن. من اومدم یه سیروپ گرفتم، سیروپ ها خیلی گرون بود، ولی یه سیروپ 200,000 تومانی گرفتم که قهوه درست کنم خونه، که دیگه بیرون پول قهوه ندم. سرتون اومده بچه‌ها. میخوام یعنی یه جوری یه کارایی بکنم ترامپ بشاشه به خودش. خب شوهرم ما شدم. بریم قهوه درست کنیم، قهوه خوشمزه. بلش کن، اشکال نداره، چیزی نمیشه. خب دوستان، ما یخ داریم که چون قالب یخ درست نداریم، قالب یخ درست داریم، بعد این سیروپ رو باز میکنیم. سلام علیکم. بابا قهوه میخوریم؟ کرده